ببخشید بچه یا اینترنت هم قطع شد، کلا لایو قطع شد. چند بار امتحان کردم، خیلی متاسفیم که این اتفاق افتاد. درود بر همگی. خب داشتم در مورد صحبت میکنم که وقتی که یه فکر دائم میاد توی ذهن ما و دائم ما رو میخواد به گذشته ببره و میگه که اون اتفاقه، اون فلان شد، آره این شد، اون اینو گفت، تو اینو گفتی، اون اینو گفت، های فلان اینا. بچه اون صدای تو ذهنتون شما نیستید، حتی وجدانتون هم نیست. وجدان صدایی نداره که این که یکی میاد تو ذهن شما میگه این کار بده، این کار بده، این کار بده، این کار بده، این کار بده. این وجدان نیست. وجدان اون حسیه که شما زمانی که میخوان یه کاری رو بدی رو انجام بدید، یه لحظه یه حس کوتاه شرمساری میاد و میگه نه این دور از شأن منه. این میشه وجدان. اما اون صدایی که دائم تو سر شما داره، شما رو تذکر میده، دائما شما رو میترسونه و اذیتتون میکنه، این نه وجدانه نه شمایید، هیچ کدوم نیست. این نفس شماست. نفس شما به خاطر اینکه بتونه بمونه و شما خارجش نکنید و پسش نزنید، میاد ظاهر موجه میپوشه. چه ظاهری موجه تر از این که یک کسی که دلنگران شماست، اسم خودشون میذاره وجدان مثلا، یا مثلا میاد به عنوان وکیل شما اقدام میکنه. هر صدایی که به عنوان وجدان یا وکیل در ذهن شما داره اقدام میکنه، اون نفسه. شناساییش بکنید، این نفس. وجدان صدا نداره. حضرت حق صدا نداره. صداشون بی صدایی در عمله. کسی که وجدان داره در عمل کار اشتباه انجام نمیده، نه اینکه کار اشتباه رو انجام بده بعد تو ذهنش یکی نفر هی مؤاخذش بکن. این یه نشانه. چرا اینا رو بهتون گفتن؟ به خاطر اینکه بدونید و متوجه بشید چطوری اون به قولی صدا رو شناساییش بکنید. پس نگین این خودم هم دارم با خودم حرف میزنم. نه، شما خودتون با خودتون حرف نمیزنید. برای یکی از کارهایی که حالا میتونید انجام بدین برای اینکه اینو شناسایی کنید، اگه میگین خودم با خودم دارم حرف میزنم، بیاین با صدای بلند حرف بزنید. و وقتی با صدای بلند حرف بزنید با خودتون، متوجه خیلی چیزا میشید. اصلا این حوصله یعنی چی من خودم با خودم حرف بزنم با صدای بلند، یا یعنی چی اون میگه من جواب میدم. اینو کامل شناسایی بکنید و کاری که انجام میدید، وقتی که اون صدا توی ذهنتون شروع میکنه به صحبت کردن، اصلا جوابش رو ندید. میشنوید ولی جواب ندید. مثلا الان تو کوچه ما رد میشه میگه نون خشک میخریم، آلومینیوم میخریم، آهن میخریم. من سرما نمیکنم بیرون بگم آقا ما آهن نداریم، آقا ما نون خشک نداریم. کاری ندارم، میذارم میره دیگه. خب ندارم. شما هم باید اجازه بدین یکی از کارهایی که انجام میده خیلی بهتون کمک میده، اون صدا رو میشنوید ولی باهاش کلام به کلام نشید، درگیر نشید به اصطلاح. اما اگر یه جایی میبینید خیلی این صدا زیاد میشه، خیلی این کلام زیاد میشه، یه کاری که انجام میدید اینه. این یه جواب کوتاه و کامل، به قول تو انگلیسی بود، کوتاه و کامل. ممنون که نگران منی. من خیلی وقت اون اتفاق رو فراموش کردم. یا نه، خیلی ممنون که نگران منی. من دیگه نمیخوام در موردش صحبت کنم یا فکر بکنم. الان میخوام فلان کار رو انجام بدم، کتاب بخونم. خیلی محترمانه از ذهنتون تشکر میکنین و بهش میگین که به این دلیل نمیخوام الان وقتمو بذارم برای این کار. یه آدمی اومده در خونه شما بهتون میگه که بریم یه پارتی مواد بزنیم و مشروب بخوریم. بعد شما میگین که خیلی ممنون که منو دعوت میکنی به مهمونی، اما من میخوام کتاب بخونم. خب اون آدم دیگه میره دیگه. ولی وقتی که ما با اون آدم خب اونجا چه خبره، چی کار میکنن، حالا چی میدن، حالا کیا اومدن، حالا چی میشه، حالا اگه بیایم اینطور بشه، اگه فلان میشه، خب شما در وقت تو هدر میرید دیگه. چه بری تو اون پارتی، چه بشن در مورد اون پارتی صحبت بکنیم. اما اگه عمیقاً خودتو دوست داشته باشی، میگی نه نمیام و میخوام برم کتاب بخونم، نه نمیام میخوام برم با بچه‌م پارک، نه نمیام میخوام با همسرم یه فیلم نگاه کنم، نه نمیام میخوام یه غذا بپزم. خب پس وقتی که شما با اون صدا یکی میشید، حتی اگه دارین دفاع میکنید، حتی اگه دارین بهش جملات مثبت میگین، حتی اگه دارین مثلا قانعش میکنین که نه من اون رو بخشیدم، نه من اون رو فراموش کردم، یعنی باز دارین بهش انرژی میدید، به اون نفسه انرژی میدید و اجازه نمیدید از بین بره. تنها کاری که میکنید ناظرش باشید و بدونید شما اون نیستید
اگر هم خیلی صدا زیاد شد یه تشکر و من الان میخوام این کار رو انجام بدم. تشکر که به فکر منی، نگران گذشته من بودی، ولی من الان میخوام این کار رو انجام بدم، الان میخوام این کار رو انجام بدم و بعد بدید کار مثبت انجام بدید. مورد بعدی، اگر بچه با آدمی تو ذهنتون درگیری میشید، مثلا دوستی، همکاری، فامیلی، قومی، خویشی که در گذشته یا هر کسی که یک ظلمی به شما کرده، یک آزاری داده یا شما فکر میکنین اصلا ظلم و آزاره، همیشه تو ذهن شما میاد بالا، با اون آدمی دارین صحبت میکنین، آره من با اینو بهت میگفتم، آره فلان. بلند شین تو خونتون. من یه زمانی این نشخوار رو خیلی داشتم، با 2 تا آدم تو ذهنم هی دائم حرف میزدم، از صبح که بیدار شدم با این آدما حرف میزدم و دعوا میکردم و درگیر بودم. آخر روز که میشد بی حال، بی انرژی، کسل میافتادم تو خونه و هیچ کاری هم نمیتونستم انجام بدم. یکی از کارهایی که من میکردم علاوه بر همه این کارا، بلند میشدم این کارو میکردم. به خودم میگفتم سارا ببین فلانی اینجا نیست، ببین تو اتاق نیست، ببین تو آشپزخونه نیست، ببین تو حال کسی نیست، ببین اینجا هیچ کس نیست، هیچ کس اینجا نیست. تو داری با کی حرف میزنی صحرا؟ هیچ کس نیست. اون آدم سالهاست رفته، مدت هاست که رفته، تو داری با کی حرف میزنی؟ تو چرا داری الان تو هدر اون آدم میدی؟ خب در این حد دوباره میدیدم 2-3 ساعت حالم خوبه، مثلا دارم یک کتاب میخونم، یک کارم، دوباره ذهنم شروع میکنه با اون آدم دعوا کردن، درگیری فلان و اینا. من دوباره همین کارو میکردم. اینم خیلی بهم کمک میکرد اگه حمله های اون افکار و ذهن براتون خیلی زیاده. بچه‌ها تا زمانی که ما نتونیم اون حمله های افکار رو به یک حد متعادلی برسونیم، یعنی بیاریمشون سطحشون پایین، نمیتونیم لحظه هارمون برکت دریافت بکنیم. یا اینکه شما آگاه بشین و به خودتون بگین من نمیخوام این کار رو انجام بدم، ولی میخوام این کار رو انجام بدم. اینم خیلی بهتون کمک میکنه. خب چگونه افراد نزدیکمون رو که صد راه برای رسیدن به خدا میشون رو کنار بگذاریم و دوری کنیم؟ درود بر شما. یه سوال ازتون میپرسم، همون فرمول ارسطویی، اگر سوال درست بپرسید جواب درست هم پیدا میکنید. این چه خداییه که دیگران صدش میشن؟ این چه خدایی؟ خدای ما اگه انقدر ضعیفه که یه آدم ضعیفی که تو زندگی خودش مونده نمیتونه امور یومی خودش رو انجام بده، صد ما میشه برای رسیدن به اون خدا، این دیگه چه خداییه؟ چه خداییه؟ یوسف یه دیالوگ خیلی قشنگ داشت. پوتیفار ازش پرسید که تو خدایان ما رو نمیپرستی؟ گفت نه. گفت پس تو با خدایان ما دشمنی. گفت من فکر نمی کنم عقلانی باشه که با سنگ ها دشمنی بکنه. پوتیفار گفت تو خیلی جالبی، نه تنها خدایان ما رو نمیپرستی و باهاشون دشمن نیستی، حتی لایق این نمیدونی که بخوای بهش فکر بکنی. گفت آره، چون من خدام انقدر قادره و انقدر قویه که برای من اصلا زمانی نمیمونه که بخوام به خدای سنگی شما فکر بکنم. دوست عزیز ببینید، این که ما میگیم ما نمیدونیم دنبال چی میگردیم، اگر کسی جلوش شناخت ما را برای خدا میگیره تنگه اون چه خدایی؟ نمیشه کسی جلو خدا رو بگیم. مثلا اینکه شما بگین که من چون عینک آفتابی زدم دیگه درخت‌ها رشد نمیکنه. چه خورشیدیه که اگه یه نفر عینک آفتابی بزنه دیگه بقیه گیاها رشد نکنن؟ پس این خیلی سوال اشتباهیه. مورد سوال درست اینی که چرا من حضور خدا و خدا رو مشروط به دیگران میدونم؟ ما گفتیم هم هویت شدگی با دیگرانه. شما وقتی با دیگران هم هویت میشین، با بقیه آدم ها، اون رو جای خدا میذارین. یعنی همین عزیزی که شما میگید مانع این میشه که من خدا رو بشناسم، شما این آدم رو در مرکزت گذاشتی، به عنوان خدا داری پرستشش میکنی. خودت مانع ایجاد کردی و فکر میکنی این آدم مانع. خب خودت بچه سوالاتتون رو تو کوئسچن باکس بفرستید. خودتون مانع ایجاد میکنین و بعد فکر میکنین این آدم مانع. شما از بس که به این آدم فکر میکنید و عملکردش رو زیر ذره بین بردین، برای خودتون صد ایجاد کرد. این آدم رو بردار از مرکزت. اصلا این آدم اومده بهت بگه که بنده من تو اصلا خدای حقیقی رو نشناختی، تو اصلا نمیدونی خدای حقیقی کیه و چیه. خب به خاطر همین این آدم برای تو صد شده.
اگر اونو بشناسی، اگه حقیقت ذاتش رو بفهمی که اصلا کسی صد راه خدا نیست. مگه میشه قادر مطلق باشه و بنده‌ای بتونه صد راهش باشه؟ پس بچه‌ها سوالای درست از خودتون بپرسید، به جوابای درست میتونید برسید. چطور از محدودیت درس بگیریم؟ اطرافم محدودیت میبینم و اذیت میشم، چی باید درونم رو درست کنم؟ استفاده از همون امکاناتی که داری. از همون امکاناتی که داری استفاده کن. چرا شما رو محدود میکنه جهان هستی؟ که یاد بگیری از امکاناتت استفاده کنی. نفس تو میگه اینا بیارزشه، من باید برم یه چیزهای دیگه داشته باشم. جهان هستی میگه نه، همین هایی که در اختیارت گذاشتیم باعث میشه تو ارزشت رو پیدا بکنی. بچه‌ها مثال براتون میزنم. یه دوست میگه تو خودت خیلی از خودت تعریف میکنی. من مثال براتون میزنم از خودم، نه که از خودم تعریف بکنم. یه روزی بود من تنها داراییم یه گوشی بود، 2 تا کتاب، تنها داراییم، دیگه چیز خاصی نداشتم. کتابا رو شروع کردم به خوندن و با همین گوشی ساده، یه گوشی خیلی قدیمی مال خیلی سال پیش، فیلم گرفتم و مثلا آپلود کردم. اینو استمراری انجام دادم و بعد دیدم دقیقاً استعداد، توانایی، هوش من، عشق من و همه علایق من در همون امکاناتی بود که اون روز محدود بود، همون 2 کتابه و گوشیه. یعنی من واقعاً نیاز به هیچی نداشتم و واقعاً چه خوب شد خدا اون روز همه کس رو از من گرفت و فقط به من توی خونه بودم، یه گوشی، 2 تا کتاب. واقعا 2 تا کتاب، اصلا کتابخانه‌ای نداشتن، کتاب‌هایی نداشتن، همون مجبور بودم 2 تا کتاب رو بخونم. اما اگر من میگفتم نه این خوب نیست، خیلی از آدم الان شما برید بقیه آدم‌ها رو باشون صحبت کنید، میگی چطوری مثلا این کار انجام دادی؟ میگه من یه روز بودم با مثلا یه قیچی و یه شونه شدم یه آرایشگر بزرگ. من بودم و یه دونه ستار شدم یه موزیسین بزرگ. من بودم و غذایی که باید برای بچه‌ها میپختم شدم یه آشپز بزرگ. من بودم و مثلا فلان چیز، از دل همینها اینو به دست آوردم. بچه‌ها خداوند وقتی شما رو محدود میکنه به یه سری داشته ها، چون همون داشته ها باعث رشد شما میشه. یعنی همونایی که الان شما رو گذاشته توی اتاق توی محدودیت، چند تا مورد گذاشته کنارت، همون چیزها باعث رشدت میشه، ازش فرار نکن. اما نفست چی میگه؟ میگه که نه اینا باعث رشد تو نمیشه، تو بیا از اینا فرار کن، برو به یه چیز دیگه. بعد حیران میشین، سرگردان میشین در کل جهان هستی که چی باعث موفقیت منه. موفقیت شما همون چیزهایی که الان در اختیار شماست، دنبال چیز دیگه ای ندوید. این اذیت شدن که میگی اذیت میشی چون نمیخوای اون تلاشی بکنی. بچه‌ها دیدین یک قدیما یه شغلی بود بهش میگفتن، حالا تو شهر ما اینطوری بهش میگفتن مغنی یا چاه میکن و به آب میرسید. اما خیلی کار سختی بود، این باید 7 متر 5 متر میکن، یه فضای کوچیکی میرفت ته. اما وقتی میرفت اون ته به آب میرسید، خب خیلی چیز ارزشمندی رو به دست آورده بود. این اذیت میشین به خاطر اینکه نمیخواید اون زحمت رو بکشید در درون که به اون رشته برسید. و جهان هستی بهت میگه ببین تو 2 راه داری، یا اینکه همیشه توی سطح متوسط سطحی باقی بمونه در حسرت دیگران، یا اینکه نه درد رشد رو بپذیر. بچه‌ها رشد درد شدیدی داره، مثل دانه‌ای که میکاریش زیر خاک، تاریک، سیاه، نمدار پوست. میگن که اون دانه‌ای که وقتی که خودشو پوستشو میترکونه که جوانه بزنه، درد زیادی و متحمل میشه، خیلی براش دردناکه. زنده هم هستا که اگه زنده نباشه اون محیط زندهش میکنه، اون آبه، اون تاریکیه در اون زیر باعث زنده شدن اون دانه مرده میشه. دانه لوبیا، دانه نخود مرده است دیگه، خشکه. اما وقتی تو اون رطوبت، تو اون تاریکی، تو اون شرایط سخت قرار میگیره، زنده میشه و این زنده شدنش به تولدش میانجامه، اما درد زیادی میکشه. ما بعد این درد رو تحمل بکنیم، یا این درد رو تحمل بکنیم به سطح قابل قبولی از زندگی برسیم، یا این که نه همیشه توی ذهنمون
دنبال یه رفاه باشید. اینو بعد دیگه خودتون به قولی بشینید، به قول قدیما ببینید با خودتون چندید. سلام. اگر ما در یک لحظه با کسی حس آشنایی نزدیکی داشتیم و دلباختش شدیم اما نمیتونیم بهش بگیم، نمیدونم، نفهمیدم پست سوالش چی بود. خیلی سوال قشنگه این، بهش میگن سوال قشنگ. در خانواده‌ای که پدر و مادر دائم با هم دعوا و مشاجره دارن، فرزند باید چه کنند که آرامش داشته باشد؟ فرزند باید بدونه که خداش پدر مادرش نیستن، که اگه اونا امروز اوقات تلخن پس زندگی من تیره و تار نمیشه، من نباید از هدفم و برنامه هام دست بکشم. نه، پدر مادر من ممکنه یه روز دعوا کنن، یه روز قربون صدقه هم برن، یه روز مریض باشن، خدایی نکرده انشالله 1000 سال عمرشون باشه یه روز اصلا کلا در این جهان نباشن، فوت کرده باشن. پس حال و احوال من فرزند نباید به اونها وابسته باشه. من برنامه‌مو باید بریزم، کارم رو انجام بدم، حالا درس خوندن، سر کار رفتن، ورزش کردن، پس انداز کردن، من کارمو انجام میدم. حالا اگه اونها امروز اوقات تلخ کردن و دعوا کردن، دارن دعوا میکنن، من چه کار میتونم انجام بدم؟ بچه‌ها یه چیزی که بهتون بگم، اگه تو خانواده‌تون کسی دارین دعوا میکنن با هم، اصلاً وارد دعوا نشین. پدر مادر شروع به دعوا میکنن، اگه سنتون به سنی که میتونید برید بیرون، بشینید تو پارکینگ، برید تو پارک بشینید، در اتاقتون رو ببندید، شروع بکنید به گوش دادن یک کتاب صوتی. لحظه‌ای وارد دعوا نشید، حتی اگه صداتون زدن فلانی بیا، فلانی چیکار، مامانتون خواست باهاتون درد دل کنه، پدر خواست درد دل کنه، بگین به من ربطی نداره، مسئله بین خودتون، اگه مشکلی دارید میتونید پیش مشاور برید یا با خودتون حرف بزنید. من هیچ نه نظری دارم، نه پشتی کسی رو میکنم، از کسی دفاع میکنم، نه دیگری رو محکوم. هیچ نظری نداشته باشید. هر نظری، هر دفاعی، هر حرکتی از سمت شما باعث میشه که اون آتیش بیشتر بسوزه، یعنی به نفس پدر مادرتون بیشتر تغذیه میدید، آب و غذا بیشتر میدید. هر چقدر شما بی توجه باشید نسبت به دعوا، هر چقدر منسجم باشید روی خودتون، اون تغذیه رو به پدر مادر یا فرزند، بعضی از پدر مادرها مثلا ممکنه تو خانواده 2 فرزند داشته باشن با هم دعوا میکنن، هر چقدر شما خنثی‌تر باشید، سرگرم امور خودتون باشید، کمتر به نفس اونها آب و غذا میدید و باعث میشه اون دعوا و درگیری آرام آرام خاموش بشه. هر توجهی، هر گونه توجهی، حالا نصیحت باشه، سرزنش باشه، دفاع باشه، هر چی به نفس اونها غذا میده. به قول قدیمی‌ها آتیش، هیزم به آتیششون میریزید، هیزم زیر قزونشون میریزید به قولی. پس این کارو نکنید، هیچ توجهی، مستقیما رو خودتون تمرکز داشته باشید. اگر صدای ذهنیتون گفت وای الان اینا دعوا میکنن من بدبخت میشم، وای اینا دارن دعوا میکنن من حالم بد میشه، به ذهنت اینا خدای من نیستن، لا اله الا الله، اینا پدر مادر منن، من مثل بقیه آدما اختلاف اومده بشید بینشون، اما اینها خدای من نیستن. اگر این کارو نکنید و با هر دعوا و نگرانی پدر و مادر یا فرزندتون یا خواهر و برادر مستعزل بشید و حالتون بد بشه، یعنی دارین هم هویت میشین، وابسته میشین. همین پدر مادر بعضی مدتی مثلا شما رو هم پس میزنن، شروع میکنن با دعوا کردن با شما. پس هم هویت نشید. خیلی سوال عالی بود. بریم سوال بعدی. من همیشه نگران زندگی و سلامتی بچه‌هام هستم و همیشه آشوبی در دلم هست و باعث سلب آرامش من شد. ببین شما فقط یه وظیفه داری به عنوان مادر، اون نیازهایی که مادر باید تأمین بکنه تا یه سنی رو تأمین کن. ما بقیه‌شو باید روی رفاه آگاهی خودت کار بکنی. دلیل این آشوبی که میگید این که شما ادعای خدایی میکنید. تا یه سنی مادر میتونه از بچه مراقبت کنه، بهش غذا بده، شیر بده، ازش مراقبت کنه، مریض شد پرستاری بکنه. از یه جای دیگه مادر نمیتونه وظایفش رو انجام بده. خدا نیست. یه اشتباهی که مادرهای ایرانی دارن اینه که خداپنداری داره، یعنی فکر میکنن خدان، یعنی اگه این بچه بدبخت باشه مسئولش منم.
اگه این بچه فلان شکست رو بخوره مسئولش منم، اگه فلان نشه مسئول. نه عزیز من، تو مسئول اینها نیستی، تو فقط مادرشی. تو فقط باید بهش یک زمانهای عشق بدی، گاهی وقتا یه غذای گرمی بهش بدی، حالا اگه سنش کمه و مثلا تو خانه شما زندگی میکنه، و ما یه مراوده معمولی داشته باشی. همین یه ساده سلام ماما خوبی، با هم غذای بخوریم، یه چیز خیلی ساده، خیلی معمولی. اما اکثر مادرهای ایرانی میخوان خدایی بکنن برای فرزندشون. این براش خوبه، اون براش خوب نیست، با این بگرده خیره، با اون بگرده شره، اینو بره خوبه، سر اون کار بره بده. بعد این اتفاقات نمیفته دیگه، چون جهان هستی بر اساس اراده ما که نیست، بر اساس دستورات ما که نمیگرده. بعد چون نمیشه حالمون بد میشه. فرزندتون رو بسپرید به خدای قادر مطلق و به فرزندتون بگین عزیز من، هر آنچه که از مادریه، اگه بالای 15 ساله، هر آنچه که از وظیفه مادریه و فکر میکنی در توان منو برات انجام میدم، اما ما بقیش اینه که خودتو رشد بدی و خودت زندگی خودتو آباد بکنی. اگرم زیر 15 ساله، خب بیا جاهایی یه سری مراقبت ها هست، یه سری آگاهی هست، یه سری گفتگو هست، انجام بدین و بعدم باز بسپرید به خداوند. تو دورای خودشناسی شرکت کنی، خیلی راحت تر متوجه این قضیه میشی. این حالا توی به قول 2 جمله و یه خط همه‌شو نمیتونم برات بگم، ولی تو دوره ها کامل گفتیم. منظورم که اگر دختری نسبت به پسر دلباختگی داشته باشه چه اقدامی انجام بده؟ پسر نمیدونه. ببینید بچه‌ها، یه فرمول بهتون میدن. اول اینکه چرا این آدم رو دوست دارین. چرا؟ اگر دلیل خاصی میتونید داشته باشید، حتی اگر بگین دلم میخواد باهاش حرف بزنم، حتی اگر بگین که دوست دارم باهاش راه، هیچی نمیخوام فقط باهاش راه برم، چه گداییتون رو بشناسید. این آدم وارد زندگی شما شده که متوجه گداییتون بشه. اما اگر نه، مثلا شما میگین که آقا من مثلا میخوام دوست بشم با یکی ازدواج کنم، این آدم هم کیس خوبی، خودم شرایط خوبی دارم، میرم بهش پیشنهاد میدم، میتونین پیشنهاد بدین. ولی اگه پیشنهاد شما رو رد کرد، نباید ناراحت بشی. چه آدم بدیه، چرا اینطوری کرد، کاش نمیگفتم، کاش فلان میکردم، کاش این کارو نمیکردم. ببینید 2 حالت داره آدم‌ها. یه آدمی از یه نفر خوشش میاد، خب انسان دیگه، ما آدم‌ها از هم دیگه از دوران کودکی یا با هم بازی می‌کردیم یا توی کلاس درس می‌خوندیم، از اینکه خوشمه، میرم بهش میگم فلانی من از شما خوشم اومده، میشه بیشتر با هم آشنا بشیم؟ اوکی. اگه گفت بله، بدون هر هم هویت شدگی با هم رابطه رو پیش میبریم. اگه گفت نه، نباید ناراحت بشم، برمیگردم به روتین عادی. ببین تو کدوم سطحشیم نمیدونم، ولی یه چیزی که بهتون میخوام بگم، اگه رابطه عاطفی باشه 99%، اگه پیشنهاد از طرف خانم باشه رابطه شکل نمیگیره. من بهتون بگم 1% احتمال هست. سلام و درود سرای عزیز. برای فرزند 8 ساله که به درس و مدرسه مقاومت داره چه رفتاری پسندیده است؟ بچه‌ها نگاه کنید خودتون چقدر توی خانواده اهل مطالعه هستید. یعنی پدر یا مادر در طی روز چقدر در حال صحبت با دوستاشونن، فیلم دیدنن، کارهای متفرقن، چقدر در حال مطالعه. پدر مادری که جلوی فرزندش مطالعه نمیکنه، پدر مادری که جلوی بچهش خودکار و قلم دست نمیگیره، پدر مادری که جلو بچهش یه چیزی یاد نمیگیره، نباید توقع داشته باشه بچهش یاد بگیره. من مادری که از صبح بیدار میشم، تلفن دستمه، فیلم دارم نگاه میکنم، کارایی میکنم که آگاهیمو بالا نمیبره، نباید این توقع از فرزندم داشته باشم. چون من میگه خب منم میخوام مثل تو باشم دیگه. دیدیم بچه‌ای رو میگن چرا خودت نمیکنی؟ چرا اگه راست میگی خوبه چرا خودت نه؟ هیچ چیزی به اون بچه نباید بگی، هیچ امر و نهی، درس برات خوبه، اگه بخونی این میشی، اگه نخونی فلان، اصلا اینا فایده نداره. در سکوت کامل. فقط پدر و مادر، حتی اگه شده تزیینی،
کتاب بگیرن دستشون، به کتاب خیره بشن. وقتی بچه میاد سمتشون بگی نه ما الان میخوایم کتاب بخونیم، الان وقت مطالعه ماست. حد اقلش 45 دقیقه تا 1 ساعت هم جلوی بچه این کار مطالعه رو انجام بده. دیگه خیلی کم. این خیلی تاثیرگذاره. خب میگه که البته بگم مدام اهل مطالعه هستن و مدرس آگاهی هستن. حالا این هم یه نکته خیلی جالبی بود. اگر شما مدرس آگاهی و اهل مطالعه هستین، نمیدونم بچه‌ها، اگر شادی خوشحالی رو اون آگاهی بهت نمیده، پس اون بچه هم فکر میکنه با خوندن کتاب پس آدم شادی نمیشه، آدم خوشحالی نمیشه، یعنی محدود میشه، کوچیک میشه. این هم ممکنه باشه. آیا شما با خوندن آگاهی، بالا بردن سطح سوادتون آدم شادی هستی؟ آدمی هستی که حالت با خودت خوبه، یا نه با اخلاق خشک داری فقط دنبال اون آگاهی میری؟ این هم یه مورد دیگه ای که میتونید انجام بدید، بچه‌ها رو ببرید تست. حالا شما خودتون میگی مدرس هستن، یه سری تست هستن که مشخص میکنه بچه شما تو چه زمینه استعداد داره. واقعیتش اینه که خیلی از بچه‌ها مثلا توی ورزش استعداد دارن و واقعا توی درس و مدرسه استعداد زیادی ندارن، و اینکه شما بخواید اینو تو اون فرمت بچپونید، فشارش بدین، تبدیلش بکنید به اون آدم درس خونه، هیچ وقت نمیشه. باهاش ستیز میکنید. علایقش رو متوجه بشید. به چه علاقه داری، چه چیز رو بیشتر دوست داری. این هم یک. ولی یه چیزی که من عمیقاً بهش اعتقاد دارم، هم در بزرگسال‌ها هم در کودکان، باهاش گفتگوی عمیق داشته باشید. گفتگوی عمیق یعنی اینکه نه شما شروع بکنید که چرا فلان، ازش بپرسید چی میگذره تو مدرسه که دوست نداری، دوست داری چی کار انجام بدی که چه بهش میگن درستو نخونی. خیلی کار راحتیه. اینقدر این کار راحتی که ما ذهن بچه‌هام رو بخونیم که اصلا به قول عجیبه. اگه بتونید این کار رو انجام بدید بچه‌ها، دقیقاً تا چی بهش بگم، حالا اگه دوست داشتین بچه‌های 8 ساله تلفنی ما نمیتونیم انجام بدیم، حضوری ولی میشه. قشنگ میتونیم متوجه تو مغز این بچه چی میگذره که نسبت به این قضیه مقاومت داره. با گفتگوی عمیق هم میتونید بهش پی ببرید. گفتگوی عمیق به معنی نیست که شما اون رو نصیحتش بکنید یا براش چرایی بسازید. از اون بپرسید اون چرا میل نداره، اون چرا دوست نداره، و بچه‌ها خیلی راحت جواب رو میدن. یه سوال شخصی، شما از بچگی خدا رو مرد تصور میکردید یا زن؟ ما از بچگی اکثرا خدا رو مرد تصور میکنیم. چرا؟ چون یکی این که پیامبران همیشه مرد بودن، همیشه مردان که قویان، همیشه مردان که کمک میکنن. خب این یه باور کاملا اشتباهه و همین باعث میشه که خانوم ها بسیار زندگیشون رو حول محور همسر یا شوهر بچرخونن. یعنی از خودشون یه جورایی ناامیدن و فکر میکنن تنها کسی که باعث خوشبختشون میشه مرده، چون مرد خدا پنداری دارن. یکی از چیزهایی که ما بر روش کار بکنیم که خدا هیچ جنسیتی نداره، هیچ، مثلا جنسیت بی‌معنیه. حتی خود شمایی که الان در یک جسم مرد جسم زن هستین هم جنسیت برای شما وجود نداره. اینو خیلی دیدین، یه آدم هایی که پیر میشن میرسن به یه سنی واقعا انگار نه مردن یا نه زنن، یعنی مثلا ولی یه موجود مهربانن، نه مرد نه زنه. شما نگاه کنید اصلا جالبه، پیر مردها و پیر زنها از یه سنی که میگذره شکل همه. بچه‌ها هم همینطوره. دیدین مثلا بچه‌های 3 ساله 2 ساله میگین دختر یا پسره، نوزادا 6 ماه میدونیم دختر یا پسره. ذات ما بی جنسه، جنسی وجود نداره. ولی خب آره، چون تو جوامع قدیم این حالت بوده و حالا داستان‌های این گونه هم داشتیم، اکثرا تو دوران کودکی به صورت یک مرد، پیرمرد مهربون معمولا میدن، چون فیلم‌ها شخصیت‌های کارتونی هم این حالت رو به ما نشون میدن دیگه که اشتباهه.
یه راهکار بدیم برای تجسم‌های ذهنی. مثلا با یک رابطه عاطفی داریم و همش صحنه‌های خوب رو تو ذهنمون تجسم کنیم. این اشتباهی. گناه، خیانت. این خیانت به اون آدمه بچه‌ها. این تجاوز به حق دیگریه. شما زمانی میتونید در مورد یک آدم فانتزی های قشنگ بسازین که با اون آدم یا توی رابطه عاطفی باشید یا با اون آدم ازدواج کرده باشید و الا تجاوزه بچه‌ها. تجاوزه، گناه. لا اله الا الله. این کارو نکنید. من اگه با یک مردی نه رابطه عاطفی داشته باشم نه ازدواج کرده باشم، در ذهنم هر فکری در موردش بکنم، حتی اینکه در فکرم کنارش بشینم چای بخورم، حرامه، گناهه و من تقاصش رو پس میدم. یعنی چی گناهه؟ یعنی من دارم آینده رو متصور میشم که دیگری درش راضی نیست. بچه اگر کسی راضی باشه که آینده‌ای با ما داشته باشه پس کنار ما هست. از اون لحظه که میاد میگه و در کنار ماه، مال ما نیست، یعنی در رابطه با ماه. وقتی که نیست با ما توی بچه این کارو نکنید، این گناهه. یکی از چیزهایی که اتفاقا مخصوصا آقایون توی رابطه از خانوم ها فراری میشن، بچه اینو دارم صادقانه بهتون میگم، یکی از دلایل مهمی که آقایون از رابطه با خانوم ها فراری میشن اینی که خانوم شروع میکنه به رویا پردازی در مورد ماها، سالهای بعد زندگی. اگر شما معتاد این کار باشید در زمانی که مجرد هستید، در زمانی هم که وارد رابطه عاطفی میشید و شروع آشناییتونه، مثلا معلوم نیست تکلیفتون با این آدم چیه، این فانتزی ها رو جلو میبرید و اون آدم از شما فرار میکنه. من نمیدونم کی کجا بهتون اینو گفته، ولی اون آموزه‌ای که من از مولانا گرفتم و توی دین 100% حرامه. حرام مطلق، نمیگم مکروه، 100% حرامه. به هیچ آدمی اگر بچه حتی توی رابطه دوستی، یعنی من با دوستم، دوست دختر دارم، میگم فلان دوستم اگه باهاش برم سفر و مثلا با هم بریم بازار خرید بکنیم، من این اجازه رو ندارم. من میتونم به دوستم زنگ بزنم، الو فلانی، مریم، سارا، فلانی، آیا مایل هستیم ماه آینده با هم یک سفر به فلان جا بریم؟ اون آدم یا میگه آره یا میگه نه. اگه گفت آره، شروع میکنم به برنامه ریختن تو دنیای واقعی. اگه گفت نه، من دیگه تمام. حتی در مورد پدر مادرتون هم حق اینو ندارین. من میرم فلان معامله رو میکنم، اگه ضرر کردم میرم از بابام مثلا پول میگم، بابام هم مثلا یه زمین داره میتونه زمینه رو بفروشه پولشو بده. این حرامه. حرام. بارها میگم حرام که متوجه بشید. هیچ چیزی در ذهنتون نسبت به دیگری نسازید. حرام است. بهش میگن انرژی خاری، بهش میگن وابستگی، بهش میگن که خدا رو کنار گذاشتن، دیگری رو در مرکزت گذاشتن. اون چیزی که در ذهن شماست و شما دارین بهش فکر میکنید در حال پرستیدنش هستید. شما در حالت عادی، آقا من یه همسری دارم تو حالت عادی باهاش زندگی میکنم، سلام، خوبم، غذا برات پختم، بیا بریم با هم بیرون، بیا با هم بریم مهمون، این درسته. ولی اینکه من در ذهنم اینجوری مثل مجسمه تو خونه باشم، در ذهنم با اون آدم رابطه داشته باشم، یعنی چی؟ اصلا معنی نمیده، اصلا بی معنیه. بچه‌ها تو رو خدا این کارها رو نکن. این کارها حرامه، 100%. در ذهنتون به کسی فکر نکن، حتی اگه تو رابطه هستین. آقا تو رابطه دلت میخواد با اون آدم بری کافه، بهش زنگ بزن، الو فلانی عزیز دلم، عشقم، من میخوام باهات این هفته برم کافه، میای؟ آره میام. خب میری؟ نه نمیام. خب دیگه نمیاد دیگه. چه فکری در ذهنت میپرورانی؟ چیو میپرورانی؟ چرا انرژی دزدی میکنید؟ حواستون باشه. به حرام بودنش واقعا من مطمئنم. تو 40 سالگی طلاق گرفتم و پول ندارم، خیلی سخته کار کنم، چی کار کنم؟ باید انجامش بدید. ببین عزیز دل، من گوشیم هم داره خاموش میشه، آخرین سوال رو جواب بدیم. ما فکر میکنیم سخت‌ترین کار برای اینه که انجامش ندیم. سخت‌ترین کار رو باید انجام بدیم. یعنی اولین روزی که شما به دنیا میاین، به یه سن بلوغی میرسید، میشه 17-18 سالتون، سخت‌ترین کار رو باید انجام بدیم. انجامش ندیم میره تو 20. تو 20 سالگی انجامش ندیم میره تو 25 انجامش ندیم میره 30. تو 30 سالگی انجامش ندیم میره 40 انجامش